امروز نیز در این چهاربینی نیز قید گردید که مادر یعنی که آفرینده است، در برابر آفرینده بودنش مربی اولین فرزند است و مادر باید همه جهت فرزند رو سالم فکر و با معرفت به باید رساند و باز هم تاکید کردند که یعنی که زنها تقلید کاری نکنند، یعنی که عنعنه، عرف و عادت و فرهنگ ملی خود را پاس نگاه دارند، خصوصا فرهنگ لباس پوشی تاجیکی را که از قدیمیان به زن تاجیک میراث مانده است باید که ارج گذارند و همچنین درباره نکاح‌های خویش و تباری و عاقبت‌های آن، درباره دستگیری زن‌های صاحبکار نیز سخن‌ها گفته شدند و باز قید گردید که 2220 نفر زن امروز الکی صاحب یک کارخانه خصوصی یا خود الکی راهبری همین جمعیت‌های خصوصی را به عهده دارد که شمارش به 2220 نفر رسیده است. این هم یکی از غمخواری و دستگیری سرور دولت نسبت زنان است.